بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فرارسیدن عید سعید فطر، عید بزرگ مسلمین، عید رمضان را خدمت همه دوستان، برادران، مسلمان های سراسر عالم تبریک عرض می کنم. عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت. صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. در آغاز آرزو می کنم که خداوند تبارک و تعالی تمام عبادت ها، طاعت ها، خیرات، نماز و روزه ها، تمام کارهای خوب و احسان های نیکی که همه مسلمان ها در این ماه شریف رمضان همت کردند و انجام دادند یا قصد و نیت کردند ولی موفق نشدند که انجام بدهند، خداوند انشاءالله همه این اعمال را، همه این نیت ها را، همه این خلوص ها را، همه این اخلاص ها را در نامه اعمال همه ثبت و ضبط بکند و انشاءالله که ذخیره آخرت بگرداند. رمضان با همه زیبایی هایی که داشت گذشت. هر کس در این مهمانی خدا به اندازه‌ای که تلاش کرد، زحمت کشید و جدیت به خرج داد، انشاءالله که توشه با خودش جمع کرد و از این سفره معنوی و از این دسترخوان آسمانی انشاءالله که همگان بهره‌مند شدند. نکته بسیار مهمی که در پایان ماه شریف رمضان و در آستانه عید سعید فطر باید به اون توجه بکنیم این هست که ما زحمت کشیدیم، محنت کردیم، البته لطف خدا بود، یعنی ما اینکه زحمت و محنت کشیدیم و عبادتی کردیم هرچند همراه با نقص، با کمبودی ها، همین مقدار هم با لطف خداوند بود. حتی عبادت ما هم با توفیق الله متعال است. خب خدا را شکر، خداوند به ما توفیق داد، عبادت کردیم، ره توشه برای قبر و قیامت اون جمع کردیم. نکته مهم همین است که این سرمایه بزرگ معنوی که جمع کردیم، این معدن خوبی که این گنج پرارزشی که جمع کردیم، این را از بین نبریم، این را در محضر نابودی قرار ندهیم. کاری نکنیم که شیطان یا شیطان صفتان یا خود نفس اماره ما نفوذ پیدا کنند، این ذخیره معنوی ما را، این کان و معدن طلای ما را از بین ببرند و سرقت بکنند و بدزدند. باید در حفظ و نگهبانی این امور معنوی و این ذخیره اخروی تلاش بکنیم. انسان عاقل وقتی که زحمت میکشد، محنت میکند، یک مثلا کاهی را جمع میکند برای زمستان خودش، برای آینده خودش، برای حیوانات خودش، اون را به راحتی آتش نمیزند، اون را از دست نمیدهد. یا پول و متاع و ذخیره‌ای که انجام میدهد، جمع آوری میکند، اون را در محضر یا در اختیار دزدان و دزد صفتان قرار نمیدهد. به حکم عقل ما هم که تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، محنت کردیم، عبادت های پر از نقصی که انجام دادیم در این ماه رمضان، اما با لطف خداوند، با امید و رحمت و فضل الهی انشاءالله که مورد قبول باشد، اینها رو نباید به راحتی از دست بدهیم. حفظ این سرمایه وظیفه اساسی ما هست. ما در ماه رمضان تمرین کردیم میتونیم انسان خوب باشیم، میتونیم اهل خیرات باشیم، میتونیم به نیازمندا توجه بکنیم،
میتونیم به خویش و تبارها صله رحم داشته باشیم، میتونیم انسان با خیر و با برکت باشیم. پس این حالت را، این روحیه را در خودمون حفظ بکنیم و استمرار ببخشیم و این را دوام بدهیم. یک روایتی از حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب نقل شده است که حضرت می‌فرمایند کل یوم لم یعص الله فیه فهو عید. هر روزی که در آن روز خداوند تبارک و تعالی معصیت نشود، یعنی بنده اهل طاعت باشد، اهل بندگی باشد، در حقیقت همچون روزی برای بنده عید است. عید اساسی ما روزی هست که ما از گناه دور باشیم، اهل تهمت، غیبت، ظلم، تجاوز و مسخره کردن از تمام صفتهای رذائل و از تمام بدیها اگر ما دوری بکنیم، در واقع آن روز برای ما را عید حساب می شود. و خدای نخواسته اگر ما اهل گناه و معصیت باشیم، در واقع ما عیدی نداریم. به هر حال فرارسیدن عید سعید فیتر را خدمت همه دوستان و برادران مؤمنین بزرگوار تبریک و تهنیت عرض میکنیم. خداوند تبارک و تعالی این رمضان را رمضان آخر ما قرار ندهد و ما توفیق بدهد که انشاءالله که اهل طاعت و بندگی و اهل تلاوت قرآن و اهل نماز شب باشیم و انسانی با خیر و با برکت باشیم. خداوند سعادت و عزت دنیا و آخرت را نصیب همه شما بگرداند. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.